ان الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منه في شيء انما امره الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سوره انعام آیت 159. الله جل شانه میفرماید آنانی که در دین تفرقه کردند، یعنی دین یک دین بود، باز اینا در دین تفرقه کردند و کانوا شیعا، گروه شدند. لست منه فی شیء، ای پیامبر تو از جمله اینها نیستی و اینا امت تو نیستن. هر کس که در دین تفرقه میکنه و گروه میشه. تفرقه حرام است و گروه شدن هم الله حرام کرده. پس از این آیت دانسته میشه که هیچ نوع گروه ساختن و مذهب ساختن و تنظیم ساختن و حزب ساختن و یک کتله ساختن در اسلام جایز نیست و این قرآن 1400 سال پیش رد کرده. و کسی که میای باز میگه که این همه مردم باطل است، پس بگه همه مردم حق است، الله اشتباه کرد، نعوذ بالله، پیامبر اشتباه کرد. پس همه مردم احتمال داره اشتباه کنه، اما قرآن اشتباه نمیکنه، الله اشتباه نمیکنه و پیامبر اشتباه نمیکنه. الله جل شانه در نص سری قرآن میگه آنانی که در دین تفرقه کردن، ان الذين فرقوا دينهم، آنانی که در دین تفرقه کردن و کانوا شیعا، گروه شدن، مذهب شدن، تنظیم و حزب شدن، لست منهم فی شیء، ای پیامبر تو از جمله اینها نیستی و اینا از امت تو نیستن، پیروان تو نیستن. انما امره الی الله، اینا برگشتن نمیشن به طرف الله، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پس از اون به اونا خبر داده میشه چرا که در دین تفرقه کردین و مردم گروه کردین. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک امت جور کرد، ابوبکر عمر یک امت جور کرد، تابعین و تبع تابعین مردم یک امت جور کرد. شما چرا امت تقسیم کردین، گروه کردین، تنظیم کردین؟ آیه بعدی در سوره مبارکه روم آیت 30 ان شاء الله 31 32 33 میفرماید منیبین الیه، کسایی که انابت دارن به طرف الله، یعنی هر امر الله که رسید میپذیرن. باز نمیگن که به حزب و گروه ما هست یا نیست، حزب و گروه خود استاد الله و پیغمبر جور نمیکنن، میگن که آنچه که الله و رسول گفت او را میپذیرن. منیبین الیه، انابت دارن، حق میپذیرن. و اتقوا، از الله میترسن. و اقیموا الصلاة، نماز برپا میکنن که امر الله است، به طریق رسول صلی الله علیه و سلم میخونن. ولا تکونوا من المشرکین، نمیباشن از جمله مشرکان. چرا؟ مشرک اول حق نمیپذیره، دوم از الله نمیترسه، سوم دیگه شرک میکنه در هر کار، انابت نداره. ولا تکونوا من المشرکین، جمله مشرکین نمیباشه. مشرکین چی صفت داره؟ صفت مشرک چیست؟ من الذین فرقوا دینه و کانوا شیعا، مشرک در دین تفرقه میکنه و کانوا شیعا، گروه و حزب و مذهب میشن. پس الله متعال این آیت 1400 سال پیش نازل کرده به رد گروه و حزب و تنظیم‌ها و کتله هایی که امروز ساخته شده که خود به اسلام و به سنت رسول الله و به امت و به روش صحابه نسبت نمیکنن، خود به گروه و حزب خود نسبت میکنن. پس این آیات باطل بودن اینها، کفر اینها، شرک اینها را و جهنمی بودن اینها را ثابت میسازه. من الذین فرقوا دینهم، مشرکین در دین تفرقه میکنن و کانوا شیعا، گروه میشن. کل حزب بما لدیهم فرحون، باز هر حزب و گروه میگه که ما خوب هستیم. کسی نمیگه که الله اینطور خوب گفته، رسول الله اینطور خوب گفت، صحابه اینطور خوب گفت. هر کس از اسلام و قرآن و صحابه میکنه به حزب خود میچسبونه، باز خوبی رو به خود نسبت میکنه. خوبی که از قرآن گرفته، از حدیث گرفته، از صحابه گرفته، او رو باز به حزب و گروه خود نسبت میکنه. و رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که در ترمذی و ابو داود و مسند امام احمد حنبل رحمه الله ذکر شده و حدیث خیلی معروف است که یهود 71 گروه شد، 70 به جهنم رفت، یکی به بهشت. نصارا 72 شد، 71 به جهنم رفت، یکی به بهشت. و امت ما 73 گروه میشه که 72 گروه به جهنم و دوزخ میره و یک گروه به بهشت الله میره. صحابه پرسیدن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گروه کدام است؟ گفت کسی که پیروی ما و صحابه مرا میکنن. سبحان الله. پس پیروی قرآن و سنت این را دین میگن، پیروی صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین پیروی منهج سلف میگن. سلف به معنای صحابه، سلف کلمه سلف به 8 جای قرآن آمده و برای صحابه کرام گفته میشه، برای ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صالحین، برای تابعین و تبع تابعین گفته میشه که از صحابه کرام تابعداری میکردن و برای اونها عمل میکردن. پس در مورد پیروی کردن از منهج صحابه 150 آیت در قرآن کریم نازل شده که الله متعال در سوره بقره میفرماید ایمان بیاورید به مثل که صحابه ایمان آوردن. نمیگه ایمان بیارید به مثل که فلان مذهب و فلان گروه و فلان حزب و فلان تنظیم و فلان مجتهد و فلان دانشمند و فلان استاد و فلان پیر ایمان آورده. الله میگه ایمان بیاورید به مثل که صحابه رضی الله عنهم اجمعین ایمان آوردن. پس اینجا پیروی کردن منهج سلف الله متعال برای امت اسلامی فرض کرده و رسول صلی الله علیه و سلم فرموده علیکم بالسنت و سنت خلفاء الراشدین المهدیین و عضوا علیهم بالنواجذ، پیروی کنید از سنت ما و سنت خلفاء الراشدین و سنت و روش آنها را به دندانهای دهنتان محکم بگیرید. پس حال هر کس که به قرآن و سنت عمل میکنه این دین است و در این تقسیم بندی نیست که دین 4 تقسیم و 5 تقسیم و 10 تقسیم و 20 تقسیم کنه. دین باید مکمل عمل شه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه،
ای کسایی که ایمان داریم به اسلام مکمل داخل شیم، مکمل به اسلام داخل شیم. و بعد چیست؟ قرآن و سنت دین الله است و روش صحابه کرام این منهج سلف هست. منهج سلف یعنی منهج صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین. شما قرآن و سنت به روش ابوبکر و عمر و عثمان و علی و تابعین و تبع تابعین عمل میکنیم، این به روش سلف صالحین به دین عمل کردیم و این اصل و اساس بنیاد داره. به غیر ازی به هر گروه حزب و تنظیم خود نسبت کنیم، جزء گمراه ها، جزء 72 گروه حساب میشیم و از اهل جهنم حساب میشیم، چرا که فتوای الله و فتوای رسول صلی الله علیه و سلم همین بود. پس مردم امروز چی میگن؟ یهود و نصارا و مشرکین و مرتدین و مردم جاهل میگن که ما مسلمان هستیم، حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و صوفی و نقشبندی و قادری و اخوانی و تحریری و خلاصه تبلیغی. خب ما سلفی نیستیم. یعنی سلفی نیستیم به این معنی که پیرو ابوبکر و عمر و عثمان نیستیم، یعنی به او 150 آیاتی که الله حکم کرده از صحابه پیروی کنیم به او ما عمل نمیکنیم. یعنی که یه حزب و گروه ما از ابوبکر و عمر و عثمان و علی بالاتر است. یعنی ما جزء ما 72 گروه هستیم ای پیامبر ای الله. ما جزء همونا هستیم. یعنی ما جزء همونا هستیم که ان الذين فرقوا دینهم، جزء همونایی که متفرقه میکنیم و کانوشیان گروه کردیم خدا. پس این مردم خودشان فتوای جهنم رفتن برای خود انتخاب کرده. الله طرفدار نیست که اینا به جهنم برن. الله جل شانه برای ما و شما توفیق بده که ما و شما به قرآن و سنت و روش سلف صالحین کامل عمل بکنیم و پیروان راه حق بوده باشیم.